حضرت سفیان ثوری چی میگوید؟ من به شما مثل پیغمبر خدا نصیحت میکنم که هیچگاه به آدمهای احمق یار و رفیق نشوید. هیچگاه به آدمی که دزد باشد، دروغگو باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، از خدای خود منکر باشد، با اینها واصل نشوید، با اینها نزدیک نشوید. گفتند حتی سفیان ثوری گفتند النظر الی وجه الاحمق، نظر کردن به این طایفه هایی که الحال من نام گرفتم، حضرت گفتند خطایی هست که گناه هست که خدا این در نامه اعمال شما می نویسد، حتی نگاه کردن به چهره اونها. زیرا که صحبت آدم های بد به فرزند حضرت نوح کنعان چی داد؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ مردم شد، برای پی نیکان گرفت. لیکن فرزند نوح کنعان وقتی صحبت ناخوب برای خود اختیار کرد، از امر خدای پدری خود، خدای جهانیان وقتی که روی گردانید، خداوند وی را از خاندان حضرت نوح، از فرزندی حضرت نوح خط زد، گفت این از خاندان تو نیست. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب برین بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوب برای خود اختیار نکنین. این صحبت بهترین صحبت برای شماست.